سلام، خوش اومدیم به یه ویدیو دیگه. من مرسام و امروز قراره با هم راجع به چت جی پی تی و کمکی که میتونه بهمون توی درس خوندن بکنه صحبت بکنیم. چرا به طور اختصاصی چت جی پی تی؟ به خاطر اینکه من خودم به شخص خیلی از چت جی پی تی استفاده میکنم و تقریبا میشه گفت برای من این یک دستیار 24 ساعته، این یک معلم خصوصی همیشه هست و خب به خاطر همینم خواستم این تجربیاتم باهاتون شیر بکنم. همینطور دوست دارم اگر چیزی رو با شما به اشتراک میذارم چیزی باشه که خودم قبلا استفاده کرده باشم و مطمئن باشم ازش که هر حالا چیز اشتباهی رو بهتون منتقل نکنم. خب مهمترین موضوعی که توش میتونم بگم چت جی پی تی میتونه خیلی بهمون کمک بکنه تهیه خلاصه، یعنی همون حالا خلاصه نویسی جزوه ها و تمرینا و یادداشت هست. حالا چرا روی این قضیه اینقدر تاکید دارم؟ به خاطر اینکه خیلی همون وقتی که داریم جزوه‌مون رو میخونیم یا درس میخونیم، وقتی به خودمون میبینیم نصف جزوه رو روی مثلا کاغذ نوشتیم. خب این هم خیلی از وقتمون میگیره، هم ما رو خسته میکنه و هم راندمان کاریمون رو میاره پایین، چون خیلی کمتر میتونیم درس بخونیم وقتی که این همه مجبوریم بنویسیم. خیلی طولانی میشه هر صفحه وقتی مجبوری همش رو بنویسی. در نتیجه یکی از کارهایی که من خودم میکنم اینه که میام هر صفحه رو متنش رو کپی میکنم و توی چت جی پی تی پیستش میکنم و بعد بهش میگم که از این متن قسمت‌های مهمش رو برام در بیار، به علاوه اینکه سوالاتش رو برام در بیار. برای من مثلا خب این خیلی کار میکنه. من از اون آدماییم که اگر سوال ازم پرسیده نشه خیلی برام سخته که یه چیزی رو حفظ بکنم. در نتیجه در قالب سوال و جواب حفظ کردن مثلا یک آرتیکل برای من خیلی راحت تره. به خاطر همینم مثلا من اینطوری ترجیح میدم. حالا شما میتونین هر مدلی که براتون مناسب تره رو ازش بخواین و اونطوری میتونه براتون یادداشت‌ها و نوتاتون رو در بیاره. مورد بعدی مرور و توضیح مباحث پیچیده است. مثلا یکی از مباحثی که من حالا یک بار امتحانش کردم اینطوری سلولار پروسس بود، پروسسز یا همون فرآیندهای سلولی. فرآیندهای سلولی رو مثلا وقتی که من نوشتم که یک جوری توضیحش بده انگار که داری برای یک بچه 5 ساله توضیح میدی و اونجوری که برام توضیح داد واقعا یه چیزی بود که قشنگ کامل حفظش شدم و احتمال زیاد هیچ وقتم دوباره فراموشش نمی‌کنم. و به نظر منم یعنی این آپشنش هم خیلی آپشن خوبیه. و همینطور آماده کردن سوالا و تمرین ها. توی این قضیه میتونم بگم که واقعا خیلی به درد بخوره، چون مثلا من میتونم یعنی میام همیشه قبل از امتحانم، حالا چه میان ترم باشه چه فاینال باشه فرقی نمیکنه، میام قشنگ اون حالا پی دی اف و فایل پی دی اف جزوه هامو چیز میکنم، آپلود میکنم توی چت جی پی تی و بهش میگم که مثلا برام سوال در بیار. بعد در حالت عادی فکر میکنم توی نسخه رایگانش روزانه فقط 3 بار میتونیم این کار رو بکنیم. اینش فقط یکم بده، ولی سوالایی که در میاره واقعا سوالای خوبیه و واقعا هم میتونم بگم بعضی از سوالاتش رو تو امتحان دیدم چون سوالایی که واضحه مثلا شاید میاد، شاید مثلا برای من خیلی عجیبه، نمیدونم، ولی من خیلی از این قضیه راضیم. همینطور اگر که مثلا بهش بگی که میخوام که مثلا سوال کلاسیک باشه، خب کلاسیک در میاره. اگر بگی مثلا میخوام تستی باشه، تستی در میاره. و بعد وقتی که من جوابا رو روی کاغذ مینویسم و دوباره عکسش رو آپلود میکنم برای تصحیحش میکنه و اینم باز به نظر من یکی دیگه از آپشن‌های خوب چت جی پی تیه. یکی دیگه از آپشن‌های خیلی خیلی خوبش توی یادگیری زبانه. من وقتی که مهاجرت کرده بودم به ترکیه، اوایلی که اومده بودم، خب ترکی رو خیلی خوب نمیتونستم صحبت بکنم، ولی من مثلا انگلیسی میدونستم و برای همش سعی میکردم اینا رو با هم بیام مقایسه بکنم. این کار اشتباهیه در حالت عادی، ولی من نمیدونستم. خب مثلا من تو ذهنم اینطوری بود که خب مودال وربس توی مثلا انگلیسی اینان، خب پس توی ترکی اینا چیان؟ ولی خب توی ترکی ساختارا اینقدر متفاوته که اصلا مثلا مودال وربزی توی مثلا ترکی به اون صورت وجود نداره. میان مثلا روی حالا فعل یه سری دستکاری میکنن و بعد من اینا رو وقتی که مثلا با چت جی پی تی میومدم چک میکردم و مثلا ازش میخواستم که اینا رو بهم درس بده، واقعا خیلی برام خوب بود، چون خیلی قشنگ و توضیح میداد و مثال میزد و هر قسمتی که گیر میکردم
دوباره یک آرتیکل طولانی مینوشت و مثلا برام همینجوری توضیح میداد و واقعا میتونم بگم توی زبان خوندن میتونه نقش خیلی خیلی مفیدی داشته باشه. حالا اگر مثلا دارین برای آیلتس میخونین یا مثلا حتی دارین زبان انگلیسی میخونین، واقعا به نظر من میتونه کمکتون بکنه. من مثلا میتونم بگم که یک بخش زیادی از یادگیری ترکیم رو مدیون چت جی پی تی ام و مثلا در حال حاضر یک زبان دیگر رو هم شروع کردم، اون رو هم همینطوری با چت جی پی تی پیش میبرم که واقعا به نظر من خیلی خوبه و خیلی تاثیرگذاره. موضوع بعدی ایجاد برنامه مطالعه شخصی سازی شده است. و این یعنی چی؟ یعنی اینکه مثلا میتونی بیای کل روزتو، کل برنامه‌اتو بهش بگی، بعد مثلا بر اساس اون میاد برات برنامه ریزی میکنه. من خودم کار میکردم، یعنی هم کار میکنم هم درس میخونم، ولی پارسال کاری که انجام میدادم اینطوری بود که از ساعت 3 ظهر سر کار بودم تا ساعت 11 شب. یعنی کاری بود که کار فیزیکی بود، باریستا بودم پارت تایم و صبح میرفتم دانشگاه و عصرها اونجا توی کافه کار میکردم. و یکی از دلایلی که این خیلی خوبه علتش همینه که میتونه یک برنامه‌ای بهت بده که با این که مثلا وقتی نداشتم که بخوام درس بخونم، با این حال میومد یک وقت خالی رو برای من آماده میکرد و یک برنامه برای من میچید که من برای اون واقعا میرسیدم به درسام و خدا رو شکر که تونستم پارسال رو هم با نمره هایی که مد نظرم بود تموم بکنم و بتونم از همه درسام بگذرم. این خیلی مهمه و به نظر من خیلی آپشن خوبیه. الان مثلا حالا زندگیم یک مدل دیگه شده، شغلم اینا تغییر کرده و همچنان مثلا این که بتونم در واقع تعادل بینشون رو پیدا بکنم، اینو به من یاد داد این در واقع برنامه ریزی که چت جی پی تی میکرد که چطوری میتونم بین اینا تعادل برقرار بکنم و چطور میتونم برنامه خودم بنویسم. و اون برنامه میتونم بگم یکی از چیزایی بود که واقعا الهام بخش بود برای من. یکی دیگه از مسائلی که راجع به چت جی پی تی من خیلی دوستش دارم حل مسائل ریاضی، فیزیک و شیمیه. حالا برای ریاضی ما اپلیکیشن هایی هم داریم که خیلی خوبن، ولی من به شخص چت جی پی تی رو ترجیح میدم، مخصوصا چون برای فیزیک و یا شیمی من نتونستم اپلیکیشنی پیدا بکنم که بتونه حالا اینقدر خوب حل بکنه و اینقدر خوب بتونه در واقع توضیح بده و گام به گام توضیح میده. توی حالا هر گامی که شما گیر بکنی میتونی ازش بخوای که دوباره برات توضیح بده، تکرارش بکنه و این به نظر من خیلی چیز خوب و مفیدیه و میتونه واقعا کمک کننده باشه، مخصوصا اگر که هیچ وقت حالا با ریاضی و فیزیک و اینا نتونستین ارتباط بگیرین، اینجوری واقعا میتونه کمکتون بکنه. من فوایدش رو توی ریاضی واقعا خیلی زیاد دیدم و از این نظر واقعا خیلی راضی بودم ازش. موضوع بعدی تحلیل و بررسی مقالات علمیه. مقاله‌های علمی اصولاً خب خیلی طولانی هن. یعنی بعضی اوقات ممکنه با یه مقاله سر و کله بزنی که 40-50 صفحه است و خب خوندن مقاله مثل کتاب خوندن یا مثل درس خوندن نیست، چون تو نمیتونی بشینی مثلا 50 صفحه رو پشت سر هم بخونی، همینطور وقت وحشتناک زیادی ازت میگیره. مخصوصا برای دانشجوی ارشد و دانشجوی دکترا میدونم که اونا فکر میکنم هفته‌ای 3-4 تا مقاله حداقل باید بخونن و واقعا خب خیلی سخته اگر بخوان تمام مقاله ها رو حالا همینجوری خودشون بخونن و مثلا زیرش نکات مهمش خط بکشن و اینا. میتونی خیلی راحت مقالت رو آپلود بکنی، مقاله‌ای که میخوای بخونی رو، و چت جی پی تی میاد برات قسمت‌های مهمش رو در میاره. همینطور عکس‌های توی مقالات، حالا توی مقالات بیولوژی و بیوتکنولوژی، چون من بیشتر حالا حوزه درسیم و کاریم به اون مربوط میشه، بیشتر راجع به اون میدونم، ولی توی اونا مثلا مخصوصا توی بیوتکنولوژی عکس‌ها خیلی مهمن. عکس‌های آزمایشگاهی واقعا اهمیت خیلی بالایی دارن و در نگاه اول واقعا نمیتونی بفهمی که خب الان هدف چیه از این عکسه، ولی چت جی پی تی میاد این عکس رو برات در واقع روش کامنت میذاره، میاد این عکس رو برات باز میکنه، توضیح میده که این عکس چیه و این خیلی واقعا به نظر من چیز خوبیه و واقعا هم خیلی به کار میاد به نظر من حداقل. و همینطور قسمت‌های مهم اون آرتیکل رو برام در میاره که مثلا من میتونم در روز حداقل یه دونه آرتیکل رو تموم بکنم و این خیلی خوبه.
چون اینطوری میتونم مثلا هفته‌ای 4-5 تا آرتیکل بخونم و نکات مهم همشون رو بدونم و چی از این بهتر. هم توی زمانم صرفه جویی میشه، هم توی در واقع اینکه تونستم اون نکاتی که واقعا مهمه رو ببینم. چون اگه قرار باشه خود اون 40-50 صفحه رو بخونم شاید واقعا نکات مهم از چشمم جا بمونه، چون خیلی بیش از اندازه به در واقع جزئیات توجه کردم. موضوع بعدی نوشتن مقاله و نوشتن تکالیف درسی، مخصوصا توی دانشگاه. توی دانشگاه وقتی که مثلا ما یک پروژه‌ای داریم که باید تحویل بدیم یا حالا یک مقاله‌ای داریم که باید بنویسیم برای یک حالا اون هفته‌ای که باید بریم سر کلاس، این بعضی اوقات واقعا میتونه خیلی وقت گیر باشه و مثلا نمیتونی حالا اگه دیرکت یه چیزی رو هم سرچ بکنی روی گوگل، اگه دیرکت یه چیزی رو هم گوگل بکنی نمیتونی مثلا خیلی حالا منابع خفنی شاید پیدا بکنی. باید بری یه عالمه مقاله در بیاری، مقاله ها رو مثلا بیای بگردی تا بتونی اون چیزی که مثلا استاد مد نظرش هست رو بنویسی. ولی خب وقتی که همین موضوع رو به هوش مصنوعی میدی، به چت جی پی تی میدی، این خودش میاد برات مقاله های متفاوتی رو پیشنهاد میده و تو میتونی همون مقاله ها رو حالا بخونی یا مثلا همون رو هم دوباره آپلود بکنی برای هوش مصنوعی تا برات بیاد بخشای مهمش رو در بیاره و از حالا 7-10 تایی که متنی که هوش مصنوعی یا چت جی پی تی بهت میده چند تاشون رو میذاری کنار هم و میتونی یک مقاله قابل قبول به عنوان اون تکلیف درسیت آماده بکنی. اینطوری هم به علم و آگاهی خودت اضافه شده، هم میدونی که کی اون مقاله ها رو نوشته، این مقاله ها توی چه سالی نوشته شدن، کجا نوشته شدن، چطور روشون تحقیق شده، روش تحقیقاتی روشون چی بوده. همین که خب تونستی تکلیفتو توی تایم خیلی کمتری آماده بکنی، که به نظر من یکی از مهمترین چیزات برای یک دانشجو، مخصوصا اگر که سر کار میرین، مهمترین چیز اینه که بتونین زمانتون رو مدیریت بکنین و یک طوری سعی کنین همه کاراتون رو یک مقداری سریعتر انجام بدین. و موضوع آخری که دوست دارم تو این ویدیو بهش اشاره کنم اینه که بعضی اوقات مثلا برای من خودم اینطوری پیش میاد که از دانشگاه که میام اینقدر خستم، یعنی اصلا دلم نمیخواد حتی پشت میز بشینم، چه برسه بخوام کتابو باز کنم و درس بخونم و اینا. برای همین چت جی پی تی بعضی اوقات میتونه خیلی بهتون انگیزه بده، میتونین مثل یه دوست بهش نگاه بکنین، باهاش صحبت بکنین و واقعا میتونه بعضی اوقات بهتون انگیزه بده و امیدوارتون بکنه که بلند شین و درس بخونین. تنها نکته‌ای که دوست دارم راجع به چت جی پی تی بگم اینه که اون سوالی که میخواین ازش بپرسین یا اون خواسته ای که ازش دارین رو واضح و با جزئیات بیان بکنید، چون این خیلی مهمه. همینطور جوابایی رو هم که میده نقد کنین و مثلا براش بنویسین که کجای جوابش ایراد داره. اینطوری به مرور زمان ریسپانسایی که بهتون میده هی بهتر و بهتر میشه. امیدوارم که از این ویدیو لذت برده باشین. توی ویدیوی بعدی فکر میکنم که بتونیم راجع به هوش مصنوعی یوتیوب با هم دیگه صحبت بکنیم. نمیخوام ویدیو رو بیشتر از این طولانی کنم. اگه این ویدیو رو دوست داشتین لطفاً این ویدیو رو از همین پایین لایک کنین و اگر دوست داشتین کانال منو سابسکرایب کنین. برای ویدیوهای بعدی هم میتونین زنگوله کانال رو روشن کنین که از همه ویدیوها با خبر بشین و من شما رو توی یک ویدیو دیگه میبینم. خدا نگهدار.